بچه سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اول اینکه شب یلداتون مبارک. من نمیدونم این ویدیو رو کی میبینید، ولی امروز که من دارم میگیرم دقیقا 30 آذر و شب یلداه. و اینکه امروز یه ویدیو خیلی جذاب داریم. از اونجایی که از تایتل خونید میخوام بریم به سراغ یوتیوبرهای ایرانی، کسایی که شاید میشناختشون، کسایی که شاید نمیشناختشون. اینکه اسم واقعی یوتیوبرها چیه. یه لیست کامل تقریبا معروف‌ترین یوتیوبرهای ایرانی رو تو این لیست آوردیم و اینکه خیلیاشو خودم هم نمیدونم، یعنی برام خیلی جذابه، مخصوصا اونایی که خودم دنبال میکنم. واقعا یه کنجکاوی عجیبی داشتم، میخواستم ببینم اسم واقعیشون چیه. پس بدون معطلی وقت میریم سراغ ویدیو. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو قبل از همه شما ببینید. خب بریم تو کارش. همون اول اسکیل ویدیو داریم، امیر عباس، عبدالعلی. خب ویدیوهای اسکیل ویدیو، چون من خودم می‌خواستم یوتیوب شروع کنم، خیلی از ویدیوهاش برام الهام بخش بود و خیلی زیاد یاد گرفتم. حتی تو باز کردن چنل هم این که چه تنظیماتی باید داشته باشه اینا. و حتما اگه میخواد یوتیوب رو شروع کنید یه سر به کانال اسکیل ویدیو بزنید. طبعا خیلیاتون میشناسیدش که نیاز به معرفی نداره، ولی اگه خواستید یه سر به کانالش بزنید، خیلی خوبه برای کسایی که خیلی دانش زیادی راجع به یوتیوب و اینا ندارن. امیر عباس عبدالعلی 209 کام چیز داره، حساب داره. یک پله برتر، آیدی نامدار، سامصابری دو تا چنل هم داره. گیمیار، سینا جباری، اهورانیازی که اسم خودشه، افشارتیک، محمد افشاره، بله، سهیل سلبان یعنی فامیلیش هم سلبانه، نمیدونم والا. بنیامین، همون بنیامین. احسان میرزاد که دیگه اسم فامیل خودشه، خیلی هاشون اسم فامیل خودشونه، مثلا مستر فام که من نمیدونم خودم. احمد امین حسینی خیلی جالبه. سرنا امینی که اسم خودشه، سرنا امینی. پوربلک فکر کنم فامیلیشه، آره. پریسا پورمشکی، کیودی پای، کیان سلغانی اگه اشتباه نکنم. و اینکه بچه‌ها من فکر می‌کردم اسمش کیان نیست، اسم اصلیش، حالا زده کیان سلغانی. ما با هم داریم این لیست. موبونیوز، مهدی شجاریه، رامون تله، اینو نمیشناسم. رامون تاله ریدم بابا، تله چیه؟ تاله. یوتیوبر شو، محمد پسندیده. ویدیوهای یوتیوبر شو هم خیلی ویدیوهای کامل و جامعیه، نمیگم همه ویدیوهاش، بعضیش انگار حالتیه، ولی من از ویدیوهاش استفاده کردم. چیزومیز، آریان، فیمس حاجی، مهدی برهانی. فیمس حاجی رو من قبلتر میشناختم، قبل زمانی که ایران بود، بعد رفت ترکیه، بعد برگشت ایران، بعد رفتن آمریکا اینا. قبل از همه اینا وقتی ایران بود من میشناختم. اسمش هم مهدی برهانیه. حامی کی ام، اسمش مگه حامی نیست؟ سید احمد کامران، من فکر می‌کنم اسمش حامیه. چه عجیب، یکی از عجیب ترین حامی کی ام بود. فرهاد ایکس جی، فرهاد تواناه، اینو میدونستم. بعضیش رو خودم میدونستم، بعضیم که اسمای خودشه دیگه، این نیاز به گفتن نداره که. میهن وی پی کام، اصلا این چنلش هم ندیدم من تا حالا که نشون داد. همه اینا رو هم میشناختم، هم چنلشون رو دنبال میکنم خودم، ولی این یکی رو نه. رضا حسینی راد، ویتو پارسا که زده پارسا، بعضی اسمشون مشخص نیست فامیلیاشون. پوریا وست، پوریا دهخانی، فرشاد سالن هم فکر میکنم فرشاد دهخانی باشه. بازی‌ها که دیگه برای علیزیاست، نیاز به گفتن نداره. آرانتیک من نمیدونم مال چه موضوعیه. بچه کدوم یکی از این کانال‌ها شما میشناسید؟ من خیلی‌هاشو نمیشناختم، مثلا آرانتیک رو نمیدونستم. احمد خسروی و واکوور، سعید واکوور میشناختم. سعید گل محمدی جالبه. خوتن خیلی جالبه، خوتن شمس، اسمش واقعا خوتنه، اسم متفاوتی داره خوتن. بعد تاکسیک گرل، کوثر عزیزی، بله. سوگنگو داریم در تصویر، علیرضا عزازیل، کومان، کوروش زرندوز. بچه‌ها کومان خود 2 نفرن. اسم ایمانم ایمان دست پاکه که
خودش میگه خیلی به من اشتباهی میگن ایمان دسکتاپ. اسم واقعش ایمان اسم واقعش ایمان دستپاکه و اینکه 2 نفرن کمان 1 نفر نیست. میا پلیز کیمیا روانگر. بچه‌ها میدونست میا پلیز رتبه 1 کنکورم بوده، نمیدونم رتبه 1 یا 2 ولی رتبه تک رقمی کنکورای اون سال بوده. و آریا کیوکسر، آریا رحمتی و پارسا رحمتی، پارسالیپ هم هست، مدگل. اینا به تعداد سابسکرایبرها نمایش داده میشه، یعنی هر چقدر که جلوتر میریم تعداد سابام بیشتر میشه. مدگل آتوسا، فامیلی مدگل رو هیچ کس نمیدونه، جالبه. فرشاد سالنت هم فرشاد دهقانی هم که گفتم. و اینکه پوتک پوریا عرب. پوتک هم 2 تا چنل داره، یه دونه چنل گیمینگ هم زده تازگی‌ها. مهدی جهان که دیگه مهدی جهانه و رسول دیواکس. فامیلی رسول من نمیدونم، هیچ جا نگفته. مثل اینکه بچه اگه فامیلی رسول دیواکس رو میدید تو کامنت بهم بگید، خیلی برام جالبه بدونم. رسول بنیامین نوشته، ولی اینم مشخص نیست. میکی کلافه، میکائیل وارستگان. میکی کلافه چه فامیلی عجیب غریبی داره حاجی. و در نهایت حمید سحری که حمید سحری 3 میلیون نفر ساب داره. من همین الان باید برم چنلش رو چک کنم. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. بریم بگید که چند تا از اینا رو میشناختید و اگه یکی هست که مثلا فامیلیشو ننوشته یا اسم واقعیشو ننوشته تو کامنت ها بهم بگید. مخصوصا بنیامین رسول دیواکس خودم خیلی مشتاقم بدونم، پس اگه میدونید تو کامنت ها بهم بگید. و اینکه این ویدیو رو لایک کنید. شب یلداتون مبارک و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.